درود بر همه دوستان عزیز. علی بیگ مرادی هستم و این نخستین جلسه از دوره آموزشی سازشناسی و ارکستراسیون ما خواهد بود. در این جلسه قراره چشمانداز کلی از دوره‌ای که پیش رو داریم رو ارائه بدیم و علاوه بر اون مفاهیم و اصطلاحات پایه و بنیادی رو در زمینه سازشناسی بررسی کنیم. سوالی که ممکن اینجا پیش بیاد تفاوت مفهوم سازشناسی و ارکستراسیونه. ببینید این دوتا مفهوم در برخی از موارد به صورت مترادف به کار برده میشن و تداخل معنایی پیدا میکنند، اما موضوع کاملا غلطیه. اگر بخوایم واقعا تفاوتی بین این دو مفهوم قائل بشیم میتونیم اینجوری برداشت کنیم که سازشناسی وجه تئوریک داستانه، یعنی هر آنچه که شما لازمه در خصوص یک ساز، ویژگی‌هاش، مشخصاتش، رجیسترش، تکنیکاش و دیگر مسائل بدونید در حوزه مقوله‌ای به اسم سازشناسی قرار میگیره. اما ارکستراسیون وجه عملی داستانه، یعنی حالا شما هر آنچه که در زمینه سازشناسی آموخته اید و باید به صورت عملی به کار بگیرید جهت نوشتن قطعه‌ای برای ارکستر. و اینجوری میشه برداشت کرد که ارکستراسیون معنای جامع‌تری نسبت به سازشناسی داره، چون شما در ارکستراسیون علاوه بر سازشناسی لازم علوم دیگری رو مثل هارمونی و کنتربان نیز بلد باشید. موضوع بعدی در خصوص سیستم‌های طبقه بندی ساز است. ببینید در طول تاریخ جوامع و فرهنگ‌های مختلف با توجه به نیازها و الزامات فرهنگی و موسیقایی خودشون دست به طبقه بندی سازهاشون زدن که در اکثر این موارد مبناشون از این تقسیم بندی مکانیسم تولید صوت از اون ساز بوده. در موسیقی کلاسیک یا به اصطلاح موسیقی غربی سیستم‌های طبقه بندی مختلفی وجود داره که یکی از مهمترین این سیستم‌ها سیستمی موسوم به زاکس هورنبوستله که در این تقسیم بندی سازها رو به 4 دسته سازهای خودصدا یا ایدئوفون، پوست صدا یا ممبرانوفون، زه صدا یا کوردوفون و هوا صدا یا آیروفون تقسیم بندی میکنه که جدیداً دسته پنجمی هم به این تقسیم بندی اضافه شده تحت عنوان برقی صداها یا الکتروفون ها. در موسیقی خودمون هم موسیقیدانایی مثل فارابی در کتاب موسیقی کبیر و عبدالقادر مراغی کوشش‌هایی در این زمینه انجام دادن. ما در این دوره قرار ابتدا به سازشناسی جهانی بپردازیم، به طور اخص سازهای ارکستر سمفونیک، و در باقی جلسات به شناخت و بررسی سازهای ایرانی بپردازیم. مبنای بررسی سازها طی این دوره روال چیده شدنشون طبق پارتیتور ارکستر سمفونیک خواهد بود. خب حالا پارتیتور چیه؟ پارتیتور برگه نوتی است که در مقابل یک رهبر ارکستر قرار گرفته و رهبر ارکستر طبق اون برگه ارکسترش رو رهبری میکنه. این برگه نوت شامل نوت تمامی سازها به تفکیک و به صورت زیر هم نوشته شده و در اون تمامی تکنیک ها و نکات مربوط به آرتیکولاسیون ها و دیگر مسائل به تفصیل در واقع بیان شده. و در واقع میشه گفت هر آنچه که قرار مخاطب تحت عنوان یک تجربه شنیداری در یک کنسرت بشنوه رو در این برگه منعکس کرده و یک روال و چارچوب و قاعده‌مندی مشخصی داره. اینجوری نیست که هر آهنگسازی یا هر کشوری به صورت دل بخواهی هر جوری که خواست سازها رو در این پارتیتور قرار بده. یک نظام مشخصی داره. حالا این نظام به چه صورتیه؟ طبق این قرارداد در بالاترین قسمت یک پارتیتور ما سکشن سازهای بادی چوبی رو داریم که شامل خانواده فلوت ها، خانواده اوبوها، خانواده کلارینت ها و خانواده باسون ها هستند. یه نکته‌ای که لازمه بگم در همین ابتدا این که در هر خانواده و در هر سکشن سازها به ترتیب از زیر به بم نوشته میشن. برای مثال در خانواده فلوت ها که در بالاترین قسمت ارکستر قرار دارن ما ابتدا فلوت پیکولو رو داریم که زیر صداترین فلوته، بعدش فلوت، بعدش فلوت آلتو و در نهایت فلوت باسو داریم. بعد از سکشن سازهای بادی چوبی سکشن سازهای بادی برنجی که شامل خانواده هورن ها، ترومپت ها، ترومبون ها و توبا ها هستند. بعد از سکشن سازهای بادی نوبت به سازهای کوبه‌ای که یک طیف عظیم و گسترده از سازها رو شامل میشه که تقسیم بندی های گوناگونی هم دارن که حالا به وقتش بهشون میپردازیم. و هر آنچه که در این دسته‌بندی قرار بگیره تحت عنوان سازهای کوبه‌ای، حالا چه پرکاشن، چه کانکاشن، چه با کوک معین، چه بدون کوک معین یا به هر شکل و شمایلی در این دسته قرار میگیره. و دسته آخر سکشن سازهای زهی یا سازهای سیمی ارکستر هست که طی یک تقسیم بندی خودشون به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول سازهای زهی مضرابی یا به اصطلاح پلاکت استرینگ ها هستند که سازهایی هستند که مکانیسمشون
در اثر زخم زدن یا مضراب زدن به یک سیم یا کنده شدن یک سیم تولید صدا اتفاق میفته. دسته دوم سازهای زهی چکشی یا به اصطلاح همرد استرینگ ها هستند و دسته سوم سازهای زهی عارضه‌ای هستند که شامل ویولون ها و خانواده‌شان: ویولون، ویولا، ویولنسل و کنترباس، که در عین حال یکی از پرحجم ترین، مهمترین و پرتعدادترین سکشن های ارکستر سمفونیک هستند. موضوع بعدی مفهوم آرتیکولاسیونه که در فارسی تعابیری همچون جمله بندی یا مفصل بندی ازش شده. به طور ساده اگر بخوام بگم، چگونگی ادا یا نحوه بیان یک جمله یا یک عبارت موضوع اصلی آرتیکولاسیونه. برای مثال من یک قطعه یا یک جمله یا یک عبارتی رو دارم، اونو میتونم به صورت لگاتو اجرا کنم یا به صورت استکاتو اجرا کنم یا آکساناشو تغییر بدم. کارهایی از این قبیل تحت در واقع عنوان آرتیکولاسیون قرار میگیره. موضوع بعدی در خصوص انتقال ساز هاست. بر همین مبنا سازها رو به دو گروه سازهای انتقالی و غیر انتقالی تقسیم بندی میکنن. سازهای غیر انتقالی یا به اصطلاح سازهای اوت یا سی اینسترومنت سازهایی هستند که نوازنده اگر نوتی رو که براش در یک پارتیتور نوشته شده بنوازه، دقیقاً فرکانس همون نوت نوشته شده رو خواهد شنید. برای مثال اگر در پارتیتور نوت 2-4 نوشته شده باشه و یک نوازنده یک سازی مثلا مثل پیانو اونو اجرا کنه، فرکانس 2-4 به گوشش میرسه. سازهای انتقالی یا ترانسپوزینگ اینسترومنت سازهایی هستن که اگر نوازنده نوت نوشته شده در پارتیتور رو اجرا کنه، نوتی با فرکانس متفاوت از اون چه که اجرا شده خواهد شنید. برای مثال سازی مثلا مثل هورن. خب حالا چرا این سازها به صورت انتقالی ساخته میشن؟ ببینید دلایل متعددی وجود داره که یکی از مهمترین دلایلش سیستم انگشت‌گذاریه. حالا به چه صورته؟ ببینید یک نوازنده ممکنه در طول یک کنسرت یا در طول یک قطعه نیاز باشه که سازش رو عوض کنه. برای مثال نوازنده کلارینت ممکنه در یک موومان یک سمفونی نیاز باشه که کلارینت سی بمول بنوازه و در موومان دیگه لازم باشه که کلارینت لا بنوازه. یا برای مثال نوازنده فلوت ممکنه در یک قطعه‌ای لازم باشه اصلا فلوت باس بنوازه یا فلوت پیکولو بنوازه. اگر قرار باشه این سازها خصوصا در سازهای بادی به نحوی ساخته شده باشن که ساز اوت باشن، خب تغییراتی در سیستم انگشت‌گذاریشون به وجود میاد که کار رو برای یک نوازنده سخت میکنه، که برای پرهیز از این کار این سازهای انتقالی به وجود اومدن. و در انتها قرار چند پارتیتور رو با هم بررسی کنیم که نکات و اصطلاحاتی که در این جلسه گفته شد به صورت عمیق‌تری برام جا بیفته. خب اولین پارتیتوری که براتون انتخاب کردم پارتیتور سمفونی شماره 103 اثر جوزف هایدن، آهنگساز مشهور دوران کلاسیکه. خب طبق نکاتی که گفتیم در بالاترین قسمت یک پارتیتور سکشن سازهای بادی چوبی قرار میگیرن که در اینجا در بالاترین قسمت ما خانواده فلوت ها رو داریم، فلوت 1 و فلوت 2. بعد از اون در خط دوم خانواده اوبوها رو داریم، اوبوهای 1 و اوبوهای 2. بعد از اون نوبت به خانواده کلارینت هاست در لاین سوم، کلارینت 1 و کلارینت 2. و بعد از اون فاگوت ها هستن یا باسون ها، فاگوت 1 و فاگوت 2. در اینجا سکشن سازهای بادی چوبی به پایان میرسه و در لاین بعدی وارد سکشن سازهای بادی برنجی میشیم. 2 هورن رو داریم و در لاین بعدی 2 ترومپت. در اینجا هنوز خبری از ترومبون و توبا نیست، چون سازهایی هستن که در دوران رمانتیک به ارکستر سمفونیک اضافه شدن. سکشن سازهای بادی برنجی در اینجا به پایان میرسه. بعد از اون سازهای در واقع کوبه‌ای رو داریم. سازی که اینجا نوشته شده ساز پوکن، در واقع نام دیگر ساز تیمپانی هست که در اینجا مشاهده میکنید. و بعد از اون وارد سکشن سازهای زهی میشیم، زهی عارضه‌ای که ویولون و خانواده‌اش هستن: ویولون 1، ویولون 2، ویولا، ویولنسل و کنترباس. نکته‌ای که در گذشته بوده و امروز استفاده نمیشه این بوده که لاین ویولنسل و کنترباس در یک لاین و در یک خط می نوشتن و با هم می نوشتن که امروزه این موضوع تغییر کرده. پارتیتور بعدی پارتیتور سمفونی شماره 5 اثر بتهوون، آهنگساز دوران کلاسیک و ابتدای دوران رمانتیکه. خب در اینجا طبق معمول ما سکشن بادی چوبی ها رو در ابتدای کارمون داریم. 2 فلوت داریم، در لاین بعد 2 اوبوا، 2 تا کلارینت و 2 باسون. در ادامه سکشن سازهای بادی برنجی هن. 2 تا هورن داریم، 2 تا ترومپت. سکشن سازهای بادی برنجی تمام میشه و خب در این پارتیتور هم خبری از ترومبون و توبا نیست. وارد سکشن سازهای کوبه‌ای میشیم. تیمپانی رو داریم
و بعد از اون سکشن سازهای زهی آرشه‌ای، ویولون ها و خانواده‌اش که شامل ویولون 1، ویولون 2، ویولا، چلو و حالا ویولنسل و کنترباس هستند که در اینجا می‌بینید پارت ویولنسل و کنترباس، همون چلو و باسی که در واقع نوشته منظورش ویولنسل و کنترباسه، جدا شده و در واقع یک استقلالی پیدا کردن. خب و در انتها پارتیتور سمفونی شماره 1 ایگور استراوینسکی، آهنگساز قرن 20 داریم که در اینجا ارکستر کاملتر شده به نسبت 2 پارتیتور قبل. ساز فلوت پیکولو رو داریم اینجا به عنوان زیر صداترین ساز ارکستر سمفونی که در بالاترین قسمت این پارتیتور قرار گرفته. بعد از اون 2 فلوت رو داریم. خانواده بعدی خانواده اوبوآها هستند. بعد از اون 3 کلارینت داریم و در انتها ساز فاگوت رو داریم، 2 تا فاگوت داریم. سکشن سازهای بادی چوبی در اینجا به پایان میرسه و بعد از اون وارد سکشن سازهای بادی برنجی میشیم. 4 هورن رو داریم که 2 به 2 با هم دیگه نوت نویسی شدن. 3 تا ترومپت داریم، 3 عدد ترومبون داریم و توبا که گفتم ترومبون و توبا دیگه در دوره رمانتیک به ارکستر اضافه میشن و در اینجا هم شما مشاهده میکنید. وارد سکشن سازهای کوبه‌ای میشیم که تیمپانی رو داریم. پیاتی که نوشته شده همون سنج هست، اسم دیگر ساز سنج. ساز بعدی جی آر مخفف کلمه گرند کاسا که همون باسرام یا طبل بزرگ. سکشن سازهای کوبه‌ای هم به نسبت حالا پارتیتورهای قبلی قدری کامل تر شده و در انتها سکشن سازهای زهی رو داریم. سازهای زهی آرشه‌ای، ویولون 1، ویولون 2. ویولا این اصطلاح دی آی وی یا دیویزه، اصطلاحی که حالا بعداً توی قسمت ویولون ها مفصل توضیح خواهیم داد. ویولنسل و در انتها کنترباس. خب به پایان اولین جلسه از دوره سازشناسی و ارکستراسیون رسیدیم. یه سری مفاهیم پایه و بنیادی رو با هم بررسی کردیم و در جلسه بعدی قرار اولین خانواده از دسته سازهای بادی چوبی یعنی فلوت ها رو مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از لطف و حمایت شما عزیزان. به امید دیدار.